سحرگاه ز بازیگاه طفلان کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید: بگو بابا، مهاجر چیست؟ دشنام است یا نام است؟ از آن پرسش دلم لبریز یک فریاد خونین شد و مروارید اشک از کنار چشم من بی پرده پرین شد. ولی آهسته چشمم را به پشت دست مالیدم و در ذهنم برای آنچنان پرسش جواب نقص بولیدم. بعدو گفتم: ببین فرزند دلبندم، تو میدونی که میهن چیست؟ بگفت: آره، تو خود روزی به من گفتی که میهن خانه اجداد رو گوید. زدم بوسه بر رخسارش و غمگینانه افزودم: اگر در یک شب تاریک مشت دزد و رهزن خانه بابات را سوزند و هر سو آتش افروزند و تو از وحشت دزدان بیرون آیی، شبها را بر روی سنگ فرش مردم دیگر بیاسایی، مهاجر میشوی فرزند، مسافر میشوی دلبر. سرشک تازه چشمان فرزند مرا تر کرد و اندوه روانش را مکدر کرد و آنگه گفت: دانستم مهاجر آدم بی خانه را گویم. و من مصرع شعر ساده‌اش را ساختم تک بیت و در زیر لب افزودم: نیکو گفتی عزیز من، مهاجر آدم بی خانه را گویم، مهاجر عمری بیلانه را.